انا همینجا یک زنگ تلفنی در واتساپ داریم. سلام علیکم برادر، میشنوی؟ الو سلام علیکم. علیکم السلام. در استودیو آوازش هستک برادر سلمان؟ خب بفرما برادر، در استودیو هم صدایت هستک، مردم میشنوند تو را. الو سلام علیکم یک بار دیگه همه شما. الو علیکم السلام برادر، دوام بتی سخنات شروع کن و ختم خلاصه نام و نسبت نه، جا و مکان نه، فقط بگو که کی و از کجا چی کاره، بعد دوام بتی خلاصه. سلام علیکم به همه مردم تاجیکستان، سلام علیکم به کلی مردمان غریب. ما طرفدار شما غریبا هستم، چون که ما یک آدم عادی هستم. آدم عادی نه، من آدم دولت هستم. تو همین تاجیکی گپ زدیم، آدم دولت هستم. من دیگه ویدیو زود کردن نمیتونم. با ما سال 2007 در مسکو ختم کردم، اومدم دانشگاه رو 7 سال سوارسکی و این училище خوندگیم. کسی که این را بدونه مثال میدونه، من کاپیتان звания دارم. وقتی که من تیر خوردم، من даже доказательства دارم. مرا مثال در جنگ پروندن، جنگ 2012 در جنگ شد. در کجا می جنگیدی؟ در پامیر. با همراهی کی می جنگیدی؟ ما طرفدار دولت بودم. اونجا کسی که بدونه ای طرفی ای تورما آدمو گریختگی بودن، گفتم پامیرو خیلی جنگ دو ورتالیو در توک زد کافی، گفته گپ زدگی بودن رسانه اودا. دوام بتی صحبت، بعد من چند سوالت میکنم. خلاص گپ یگام خیلی مدیسینی پومش نیست در مدت تاجیکستان یگام نمود. وقتی که ما تیر خوردم مرا بردن اپراسیون میکنه، میگن به نارکوس اپراسیون کردگی، به نارکوس بدون یگام خیلی نمی خیلی که یک گوام که می باندیم که می بوری کالسارش میگیری، بدنش پوست میکنی، نمترین هم که میگیرن چاکت میکنن. یگام خیلی رحم یک کسا بگه که ای یگام اوکولت نمیکنن. حتی پختر اکو همون سپیر در تر که بعدی دختن میگم بشه که اونجا را میکروب نمونه، یعنی دارم خوابم. میگه تشکر بگو که زنده موندی، از موتره اوکول میکردی میمردی دیگه. چی ما ای طرفداری کی را بگیریم دیگه؟ برای کی دیگه جان مونه بتیم؟ اگر من حق باشم یعنی سوالای مرا مثال همه فهمید گپای مرا. ما یکم بار در برنامه شما زنگ زدستم دیگه نمیشه که جین خواب استونا نمیشه دیگه. فهمو. اکنون بیا میگذارن در قسم سوالا. در همون سال 2012 که وقتی که شما می جنگیدین، در همونجا واقعا در مقابل شما همین مردم سلاح کشید یا که بر مردم عادی حمله شده، حکومت حمله کرد؟ ما اکن نمیدونم اینجا مردم عادی بود، مردمی مثال یعنی یگام خیلی ما مردمی که با جنگ تیاری دیدگی انسان ها نمیبینم. آدمی که وقتی که در جنگ میبرویه او تیاری میبینه، یا عادیه یا مثال دولتیه یا قانونیه یا دیگه کس یا تمامی نمودی انسانیت باشه. هم یک بکسیور هم اگر بوکس در برویه او پیشکی یعنی آمودن تیاری میبینه. مردمی عادی آواز تیره بفهمه، همین آدمی که جنگ دیدگی نیست یا کودک یا زنک یا کلان یا آدمای کلانسو ای آواز تیره تو میترسه. بله. اما چیکار میکنیم؟ ما نمیدونیم قطعی کی جنگ شدیستیم، ما ندیدیم قطعی کی ما طرف کی میزنم کی طرفی ما میزنه. یعنی در همون شب روزی که در سال 2012 شما جنگیدین، این معلوم است که یک برنامه بود چیزی میخواستن به خاطر منافع اونمون کسایی امروز در حکومت شیشتگی هستند. اما این گپ این سوالی ما اگه گپ میزدم شما اوج گپ زدید دیگه، اگم جای گپش نیست. انا که ببینین که نشید همون شب روزی که بالای مردم عادی، مردم میرنی مردم عادی به سلاح حمله شده بود، این برای منافع این همین کسایی که امروز در سر حکومت در سر قدرت هستند. امروز هم بار دیگر عیناً همون بازی ها و همون سیناریوها و همون اسپکتاکل را میخواهند که بالای این مردم بدخشان جاری کنن و در گوش مردم یک چیز دیگر بگن. خودت برادر همچو یک کارمند، سابق کارمندی همین حکومت و خاصتا در اون جایی که شما در لباس نظامی بدین و جانتون برای خاطر
وطن و ملت گفته داده بدین. امروز شما برادر وقتی که او جمعیری بخشیش اکا جون بخشیش یک دقیقه وقتی که آمادگی میبینم میره جنگ در حقیقت هم باید اوجا جنگ باشه. من میرم وقتی که ما رفتیم ما را بلوک پست بگن یک نمودی پست یا راه در پرت افتم مرا عید شنبه خود پیوگ اگر کسی که خدمت کرده یا کسی که در قوای حربی دیگه قوای میدونه یگام خروکه نیست. ما او را همون رهبره گویا خورده تموم کرده بودم. یک زنه که پومیری یعنی یک زنک بگم یا مادر بگم یا اپا بگم خواهر بگم نمیدونم. ما در خونه اوقات کرده است نصفی روز یعنی عبد اوقات کرده است در یک کوساچه ما در اوقات روی کرده است بعد از یک گودک که ما در اون حالت ممکن است اوقات خورده. ما او بچه را گفتم اون همینجا ما توریک شما میخرم پگه سحر بیا همینجا کوسه را بگی برا. ما همون اوقات قطعی 3 روز گشتگیم یگام چی نیست دیگه بخری. من 3 روز همون اوقات قطعی گشتگیم که آدم اگر قطعی من جنگ کنه هیچ جا اومده حتی که نون نمیتیه حتی که او نمیتیه یا که من خطا باشه بگو اگر دشمن باشه او نمیتیه یعنی او جو طبیعه میکشه یعنی تیرت میزنه او یکم حادثه یکم فوق‌العاده میشوه. اما انسانی که من در اونجا درک کردم من اینجا اومدم جنگ کردن مثلا جا اومدم پشتی دولت هم میگیرم مردم عادیش ما میدونه که در دست ما یکم نمود خروگ نیست از هر تا بگرم در راه راست ایستادگیم میبرو برای تا اوقات میته. آیا این دلیل نیست؟ بله راست. آیا دشمن باشه برای تو نام میته؟ ما میگیم که پامیر یا میگیم خاروق آیا او تاجیک نیستن؟ در پاسپورت او چی نویسته؟ آیا این گپای ما فکت و دلیل داره که ما هرچی که ما 7 سال خوندم ما در شهر سوردلوی روسیه خوندگیم 7 سال پروفسیونال سنایپریست ما. برادر بدخشان میشنوین؟ بله نه یک لحظه شما نه بدخشان که در اینجا. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادر میشنوم. شما از بدخشانین؟ نه بدخشان هستم به خاطر طرفداری از بدخشان از مردم بدخشان هستم. یک لحظه اگر که شما از بدخشان نباشین برادر پامیر شما از بدخشانین؟ اوه بله ما از خود این پامیر. یگان سوال داشته باشی به همین جوانمرد مرحمت بفرما. این امروز این برادر اعتراف کرده شده است که در همون شب روزی سال 2012 وقتی که حمله مسلحانه بالای مردم عادی شده بود این میگه اگر اونها دشمن میبودن برای من نان نمیدادن. امروز این حقیقت اینها آشکار شده است. این جوانمردا که امروز بعد از چند سالها اعتراف کرده هستند که اون شب روز بازی بود اگر چندی که آشکارانه نگفته شده است. اگر کدام سوال داشته باشین به این جوانمرد و مرحمت سوالتون را بتین. این یک بسیار خوب است. اما برادر که میگه این از طرف سالدات بود این ما در همون 2012 جنگ از اون طرف دیگه بودم برای که این برادر رو ما اروژ نداشتیم ما به جنگ تیاری نبودیم. ما مردم پامیر یگان بار جنگجو نبودیم. ما جنگ نغز نمیبینیم لیکن اومدن به خانه ما مردم از خانه اما بیرون کردن ما مجبور شدیم با عراق به دست گرفتیم لیکن او عراق کم بود. اکنون برادر پامیر این خیلی است. ما سوال این خیلی برای این برادر میتیم. برادری که شما در همون شب روز می جنگیدین و از طرف حکومت شما را برای شما چی فرمان می اومد؟ چیکار کنین با مردم؟ چی نمود معامله کنین؟ برای سوال برای ما بود. بله برای خودت بود. ما هر یک کس در جنگ یعنی یک مقدار جا داره که جای خودش باید ترک نکنه. خود بلوک پست خود در کدام نمودی ما یعنی خیلی بفهمونم که شما میفهمید وقتی که جنگ در انسان میروه او طرف کسی هست گودک زنای مردای دیگه فرقیت نداره باید بزنیشنده که ما چندین انسان ها را میزنم گفتن نگاه کردگیم قریب 20 ثانیه وقتی که ما در 20 ثانیه ممکن است نه که من نگاه کردم که چی کار میکنه او بیچاره ای هوا همون وقتی که جنگ است خیلی صدای تیر است ای تیر خشه یعنی چه بگم نگهداری میکنه حمایت میکنه خیلی آدمی که اگر آدمی که نیتش بد باشه یگان وقت چای تیرن میبره میزنه ما انسانم او هم انسانم ما یگان وقت ملتچگی نمیکنم نه که انسانی بیگناه وقتی که میزنی ایره یقین دان که
فردا زنی و کودکی و یا پدری و یا مادری و یک حیات در بیگناه انسان الله در قرآن میگه که حتی قتل یک انسان تا روز قیامت یعنی از بدن از پیش رود نمیره. یگان انسانی که در اون وقت اوجا بدن گناهگار نبودن، یعنی 98%ش گناهگار نبود. برای چی؟ برای آن که یا وقتی که ما را روان کردن ما تمام افیسرها رفتگی بودن اونجا. وقتی که اونجا میری در جنگ میگن که اما اینجا تروریست اومدگن، افغان اومدگن، یگان مشکلی نبود اونجا. ما یگان افغان ندیدم، رو پروی ما یگان افغان نبرم. مرا یگان پامیری یا یگان خاروقی یا یگان آدم به نزدیمت واروژانی یعنی من ندیدم، با اروجا ندیدم شد. بشنوین مردم یا برقلیت قطعی میزنن خونه را هرچی در اون خونه تروریست بود. بشنوید مردم اون سخن اون گپایی که در اون شب و روزی که گذشتگی بود امروز از این جوان مردم بشنوین. ما برای خاطر خودت برادری که در واتساپ تماس گرفتگی ما پیش از این برنامه قطعی خودت یگان مصاحبه گذرونده بودم که تو من این خیلی سوال میتونم تو این خیلی جواب بگو یا که تو از برای خدا این گپا رو زده ایستاده. اکا ما یکمین بار شما دا زنگ زده استم، ما فقط و دلیل دارم اکا ما دو کارهایی که جنایت کرده ولی ما اکا خوش هستم برای چی که ما نفهمیده رفتیم اونجا. بله دولت هر کاری میکنه جنایت است. من یک چیز برای خودت میگم برادر عزیز، درست است که در اون شب و روز دیزینفرماسیا در طرف مردم هم می اومد و برای شما هم امروز در دوشنبه گفتن که یک گروه مسلح تروریست در دوشنبه داخلش دگیان. از همین خاطر در هر جاها بگیم که وینیو را پرتافتگیان که اینجا کدام میخواه حمله کنه. ببین برادر، اعتراف یک گناه خودش جوانمردی است. درست است در اون شب و روز شما زیر فرمان دیگر کس بودین و شما مجبور بودین که همین کارا بکنین. بازم با وجود همین چیز شما اقرار کرده ایستین که وقتی که کروجاک در دست ما بود طرف یک آدم نگاه میکردم 20 ثانیه نگاه میکردم که آیا اون بیگناه است، سلاح داره، چیکار میکنه، دل نمیشه چون که زن و فرزند اونها در یاد ما می اومد. این برادر اعتراف گناه جوانمردی است. قبول است امروز به مثل شما جوانمردا باید بیاین اون شب روزی که انا در خاروق در بدخشان چیزی که میگذشت اعتراف کنن که ما را مجبور میکردن که شما بیگناه هست بگناه هست فرق نداره بزنین ایالو که دوخی مردم بترسه. بله هم که اجازت هم بود نه که وقتی که یک آدم میزنی پیش از زدنش که الله میدونه و کی گناهگار است کی بیگناه است. یگام کس گفتن نمیتونه که من گناه ندارم یا او کس گناه نداره. وقتی که دشمن در اومد همه انسانیت باید دشمن نظر کن که چی کار میکنه، آیا همون دشمن حقیقی یا یعنی دشمن حقیقی است یا نه. وقتی که او را من 20 ثانیه نگاه کردم او ای ترس نمیدونست که در کجا بجا شود. فرمان میشه که بزن آخی او گناه نداره من چه خیلی او را میزنم. وقتی که یک انسان حتی در دستش سلاح نداره میگن که نه او رازویچ کس اوی خلاص این خلاص. یک خانه در آمدیم گفتن در این خانه تروریست است. ما گفتم اگر تروریست باشه من میزنم. شاید خانه را نزدیک کردیم در آمدم خانه یک زن 80 ساله شده است. میگم بزن، گفتم زن است مادر است چه خیلی بزنم بیا مرا بزن بعد ایما این آدم بزن. میگن نه تو دروغ میگی. آخی من ای تو دروغ بگم میدره میبینه زنه خیلی کلانسال است یک کمپیر است. اینا دیدید مگر همین نیست گناتسید مردم پامیر. اینا مردک خودش گپ میزند مگر همین گناتسید نیست. بله اکا جان ما چیزی که او وقت اینترنت نبود او وقت یعنی کمتر خیلی با سیتواسیا پاس بود در دستای ما تلفن نبود. او وقت اگر تلفن میشید مثلا ما سیونکا میکردم همین چیزا را ما بسیار چیزا را میدونم نه که این چیزای برز نشه. گپ میزنم که 80 سال عمر دیده است ما را میگه بزن شه اما 10 سال دیگه عمر داره یا نداره یا یک روز دیگه عمر داره و خودش نمیدونه. این همه برادر میگه این کارا نکرد لیکن بودن آدمو که او کردن همین کارا او همو پرکاز کردن همین کارا. این همه امروز که همه برادر ما را که کشتن این یگان تپانچه نداشت یگان اروژ نداشت. این گپ دروغ است. به خدا قسم این با والله قسم اون نداشت یگان چی.
این امی کار است. او میخوان که پامیر در کسی که صداش بلند کند باید صداش پس کند. این لوبای منطقه تاجیکستان بینید، این یگان کس گپ زدن نمیزند، گپ میترسد. او میخوان که پامیر هم امی خیلی باشند، برای که پامیر در اول کم کم گپ زدیسته مردم، لیکن رنگ پیشکی نیسته. پامیر شکستن، نیمش شکستن، نیمش فروختن، نیم پامیر طرف یورا میگیرد. اما کسی که حکومت کار میگه اما طرف یور میگیرد. ما وقتی که پامیر در اومدیم همه جا هم خیلی ترس، خیلی همه انسانیت میترسه وقتی که یک جا جنگ است. نه که ما وقتی که پامیر رفتم ما وقتی که پامیر رفتم ما یگام احساس نکردم که در اینجا جنگ است. تا رفتن ما در ترس در شبهه بودم. وقتی که فرامدم ما شو ساعتای 3 شب پاراشوت فرامدگیم، ما پاراشوت قطعی فرامدگیم در اولش در که فرامدگیم نه که دیگه خیلی بود. وقتی که درین قشلاق اومدیم صدای یگام اوقی جنگ خودش معلومه جنگ چه خیلی میشه. تو برادر در کدام بلاک پست بودی؟ در خاروق بالای و از این طرف دریو؟ از این طرفی دریو لوی پست ده، لوی رای کلون ده، لوی بازار میشید که روزای پنجشنبه بازار میشید اوجا. این کلون طرف. تو اگر نه خاروق پایان بودی اوجا جنگ نبود؟ اوجا نه، وقتی که ما رفتیم اوجا جنگ نبود. بعدی 2 روز پس ما را جنگ بردن. ما جنگ اوخی در خاروق بابشه جنگ نبوده که وقت بابشه یک پلید که یک خیلی بگم یک پلید که یک افسانه خیلی که یک نه در خاروق جنگ بود. در خاروق در منطقه اوپده جنگ سخت بود و با در بار خرق بود. خاروق بالا میگن اصلا 2 توچکه این همین جا بود، اما 24 نفر این در همین 2 توچکه کشتن دیگه. خاروق بلکی رود بود. در خاروق در آمدن نمیشد. اما همین در خرق بلاکیروف کشیدگی بود. ما آمدیم اوزه بلاکیروف کشیدگی بود. اوجا یک همین خیل وقتی که جنگ شید همه مردم ها گفتن بروید، اگر نبروید ما ای بالا میزنیم همه را. یعنی کودک است، یعنی کلون است، مایده است، گناه داره نداره، ای بالا پریکاز بکی میزنیم. برای که ما اومده مردم میگریخت از خانهاش میرفت اونجا صدای توپ و تنگ. اون همو اوپده او همه جا میرفتی لوبای جاده همو خانهایی که میدیدید جای تیر است همه جا. ما مردم پامیر ما یگان بار جنگجو نیستیم. ما نه یگان دین یگان کس در کار داریم، ما نه لباس یگان کس در کار داریم، ما نه ریش یگان کس در کار داریم، ما یگان آدم در کار نداریم. یگان بار دیدگید که ما یگان کس تنقیص کردگی. ما شما در نو گاو زده گذاشتم وقتی که انسان اگر دشمن باشه برای تو نان میتیه. این سوال عادی است. اگر شاید شما ایما کلام باشه دشمن یگان وقت در تو نان نمیتیه. هیچ که بگم کس نراست می. این همون محمد باقر میگن لیدر ما است کو این در همون جنگ او سلداتورا او نزد با دست نق با автомат با دست نزد سلداتورا. این همیشه اورا گفت از همین جا بخیزید التماس بروید. اگر میخواست همون غریب 6 سلدات در جوش هم میپروند. لیکن برای با نگاه کن همون سلداتا به خانه وی اومدن. اگر به خانه تو اومدن با اروژه، لیکن او میدونست که این بیچاره یگان عیب ندارند، یا را مجبور کردن که اینجا بیان. این همین خیلی جوابشون داد. برایید بگو. بله او جامو اروژه را خود چون شب تقسیم کردن اروژه را. پگاه گفتن که کسی که اروژه داشته باشه بیا ما جنگ خاتمه میبخشیم اروژه را بازگرد. این هم فکت است، دکزت است. خب برادر پامیر زنده باشی. تشکر زیاد. خدا حافظ. خدا نگهدارت. برادر حاجی سلام علیکم. السلام علیکم. بفرما حاجی. برادر یگان سوال به این برادر داری؟ بر این برادر سوال ندارم، خطاب بر نظام پوشا دارم. التماس برای بر مردم بگناه تیر ناندازن. التماس ویا هم مردم مایم. بله ویا هم بگناه نیستن. ویا هم خلق تاجیکن. ویا هم تاجیکن. لوزشون پامیرن اما در زمین تاجیکستان تاجیکن. پاسپورتشون تاجیکن. بیرق تاجیکستان دارن. همون روزی که مادری که در سر همین مادر اومدگه پگه یک 100 سالدات
як солдат هم میکشن همون مادری همون солдат هم رنگ همین مادری همین بچه میسوزه. التماس نکشوین، همین کار در کار نیست. خب باید این آدمایی که همین بچه کشتن این میگن گناهگار بود، برای چی نبردن در نزد قانون جواب گوه کشتنش. این یگان گپ دیگر اکی حسین، این گپ دیگه خیلی. این بچه یگان چیز میدونست کشتنش که گپ تیشی نکنن. من در شجاعت پومیری و مثال و من شهر دوشنبه میشم، من پومیری غرمی همش دوست میدارم، من ملت چی ندارم. ما هممون انشالله که با یک دیگر سرجم میشیم. خب برادر انا در همه جا بچه‌ای که ما را میبینین مرحمت یک لایکتون بگذارین. پیشتر یک جوانمرد دیگر به مثل همین برادر برآمد خلاصه اعتراف کرده. ما بار دیگر ما برای شما همین نوا را میگذارم. خلاصه همتون میبینین این کسا همتون میبینین. پیشتر خلاصه این برادر برآمد صحبت کرده، یک بار دیگر شما خوب متوجه بشین. خب айда син хунхор акаҷон тамоми мақомотои ҳуқуқ кор кардагиам рози гапа мегӯям. ман дар сулҳи ҳарбӣ фаъолияти корима сар кардагӣ, баъдан мақомоти вазорати корҳои дохила аз корманди қаторӣ сар кардагиам. фаҳмиде? мисен медонад ки ман дунё ҳама аксар касе ҳаст дастгир намудам. як ҷиянаш буд афзал, вақти дастгир кунида яроқ дошт, ӯ коргари собиқ амон буд. ҳамон вақт гулмурод ӯро дар самти афғонистон пасон шумо бениҳоят пас хизаб این برادر سابق کارمند مقامات و ببینین جوانمرد دیدستی بیار در پیش کامیرا بمونش، در پیش کامیرا بیاروش، نگاه کن نزدیکترش کن. اینا خب بمونش، در پیش کامیرا بیاروش، نگاه کن نزدیکترش کن. این شهادتنامه مدال برای خدمت حربی. خب این همین روز من ریشین قبول کردگی. اینا خب اینا مدال فهمیدین؟ فعالیت کاری باز رحمانوف حتی اولادش اینامی من بود یا نمود میترسد. خب اینا دیدستین؟ الله اکبر. اینا بهترین اینا دیدستین؟ اینا ما در وظیفه گنرالی پیشنهاد کردم. اینا دیدستی؟ اما کسی که هست بس کنین گپ زدن بس باید عمل. خب زور آمد اکی حسین من قایل بخدا دیگه جوان مرده زور آمد. این برادرم با مثل من اکی حسین بخشش از یک لحظه این برادر که در وقت تماس گرفتگی خلاصه پیغام آخریش نه به سربازا و به افسران و به اون کسایی که در لباس حربی هستن و به اونها پیغام که بتیه و بعدا خداحافظی کنه. بفرما برادری در واتساپ تماس گرفتگی. سلامت باشید. یک جهان تشکر. بچه‌ای که کار میکنید او بچه شما هوشیار شوید. کسی که آواز مرا میشنوه شاید میدونه من کیم. بچه‌ای امنیت، بچه‌ای وزارت مدافع، وقتی که گپی هر کس گوش نکنید، وقتی که میخوندیم من بسیار نمای شما را نمیگیرم، وقتی که میخوندیم دیگه خیلی بود، وقتی که ما کار در آمدیم ما در خوندن دیگه چی گفته بودن، در دیگه خیلی درس داده بودن، دیگه خیلی یاد داده بودن. نه که وقتی که ما کار در آمدیم چند تای شما میدونید شهید هستید، دیدید، حتی کار پرت افتید بس کردید. رحمت نه که دیدیم وضعیت چی خیلی است. برای همین هر یک تای شما خواهش، انسانی که گناه ندارد بگید که گناه ندارد. وقتی که ما یک انسان
ای پستی حصار قپیدیم سال 2013 بود او را با سفیدی آورده بودیم، یعنی دشامو شهر آوردیم. او را در یک زبانک زنگ یک زبانک در گفتن که جوابش بده. آخی چقدر بار قریب 7 کیلو سفیدی داشت. مگر قدرت دولت روی یک زنگ تلفن کی است تو؟ چی است؟ چی و میترسه؟ یا پالکونیک بود میگم برای چی خشید؟ میگه که ای بالا زنگ زدم. کی زنگ زد؟ آدرسش، نامش، فامیلش، خانه‌ش بگو بریم اوش هم بگیریم بیاریم. در همین جنایت خوش است. یعنی وظیفه کارکنی دولت است در جنایت خوش است. خب نبیس میگم ما دا پرابلم میشه. دستی تو اروج است. دولت فرمانی دولت در تو است. تو یه روز میترسی یک زنگ تلفن میگه خیلی گپ نزن پرابلم همون میشه. و برای کی ما خدمت کردستیم؟ برای اوتا و چای خدمت کردستم و در خونه خوان. نه ما برای کلی مردم تاجیکستان خدمت کردگیم. ما شو جوش اومدگی تای باران ده، تای برف ده، یعنی سیلا گرفته وطن خمون هم که جان ما در دستمون گرفته گشتیم. نه که دشمنی ما نه در پامیر نه در سرحد افغانستان نه در خیتای نه در قرقیزستان. دشمنی ما در همین درنی خدمونه، یعنی در همین مرکزی خدمونه. ما یک دشمن داریم. دشمنی ما امروز راهبر ما شدگی است. ما گفتیم که ما یک دشمن داریم. برای همین او بچه‌ای که شما کار میکنید وقتی که پریکاز میتن میدونم. من خودم وقتی که پریکاز بیاد کس میگن نه که پیش ای پریکاز باید یک بار فکر کن که تو کجا رفتیستی. تو کروک همه جقی خانه یک آدم، قامت یک زن، حیات یک بچه را، حیات یک دختره که صغیره میکنی، کاری بدبخترین کار تو میکنی. آیا تو میدونی که باید گناه نداره؟ برای همین سلام علیکم یک باری دیگه در کار باشم. ما فکت و دلیل های بسیار چیای بسیار. ما وقتی که روغن رفتیم برای پول جمع شدن روغن گفتن کمتر میده پنیمان شید میریم آبشی سالی 2006 برای روغن پول جمع کردگی بودن، سهمیه خریدگی بودن. ما اون جمله آدمایی هستیم که سهمیه خریدگی همون سالا برای روغن 5 میلیون دلار باید برسه، یعنی دستش نباشه. ما دلخو را برداشتیم بوده. اما میدونید چند میلیون دلار جمع شدگی همون سال. ما داکیومنتالنی فیلم کردیم و آوردیم، یعنی دلار آوردیم در دوشنبه. میگن نه یارا شما خودتون نویستگید. آدمی که پول جمع کردگی همراه حساب حساب کردگی 16 میلیون دلار جمع شدگی. این با کیسه کی رفت که تا حاضر ما سوید نداریم. ما دیستریکت سوید نداریم اکا. لیمیت میگه لیمیت دروغه. ما آدمی که میشناسم در انرژی تاجیکستان کار میکنه میگه که سویتو را میفروشم. آخه میگم وقتی که تم میفروشن در وظیفه برای چی شیشتی؟ میگه اکای خیلی گپ نزن. همه ما میترسیم. یا این ترسا را دل برداریم، این ترسا را یک طرفه کنیم، رو به سوی راستکاری کنیم. ما تاجیکستان در بین 10 سال در بین 5 سال در بین 2 سال خمون آباد میکنیم. خدا خواهد ان شاء الله که ما امیدوارم که به مثل شما ولی جوان مردا کسایی که در لباس حربی هستن امروز مردم بیشتر از اینا ترزوران که اینا میزنن. امروز اگر پیغام شما به این جوان مردا برسن، اگر واقعا وجدان داشته باشن، امروز درک بکنن که ما مخالفین چی میگیم. شما جان مردمین، شما عضو مردمین. مردم شما را اعتماد کردگی است که اون سلاح در دست دارین. امروز مردم شما را اعتماد کردگی است که اون زویازچکا را در کتفاتون گرفتگی هستین. امروز اکن مصیبتی که بالای ملت و مردم هست، نباید شما از این سلاح و از این زویزدتون سوی استفاده کرده تیر در قلب یک جوانمرد بکشوین. اکای حسین اخیرون گپی ما همی هست. من همین لباسی که میپوشم ایزا میکشم، ای وجدانم ایزا میکشم. برای چی؟ گفته سوال من سوال شما دا جواب میتونم. برای چی برادر؟ برای اون که ما قسم خوردگیم، نه که ما قسم مانا میشکنیم. وعده را در پیش الله دادیم، وعده و دین میگم. این همه گپای ما برای یعنی خودکاری، برای شما میگید که یک ملتفیلم است پیش یادم. میفهمی که در اونجا دیگه گپ است. وقتی که کار ما ایزا میکشم که فردا مرا الله میپرسه که وقتی که در کار دولت بودی چی کار انجام دادی؟ چی خیر ما به این لباسم جواب میتیم. من شرم میدارم. بعضی وقت بسیار وقت شبها میخیزم 2 رکعت نماز میخونم که ای الله مرا ببخش، این وطن ما را این بدبختا این ظالما آزاد کن.
биё ҳама каса якбора дуо кунем ки биё эй аллоҳ ин бадбахтои касифи паданалати ҳаромзода аз ин ватан дур куна. аллоҳ хору залилаш куна. дар дузах қаҳтарин ҷош дар ҷои дузах шавад. آمین آمین. آمین. خلاصه برادر اخیران پیغام تا فقط کوتاه برای این افسران و برای این سربازان بگو بعدا خداحافظی بکن. генералое ки шумо ҳастед, аскарое ки шумо ҳастед, то солдатора, то генералора, ман ҳамаи шумо хоҳиш мекунам, шумо медонед ки ҳақ аст, ки ноҳақ аст. ҳама вақт гапи ҳаққа бигӯед, бумбиред, аллоҳ шуморо мебахшад. ки шуморо месӯзонанд, шуморо дор мекашанд, шуморо меҷиқанд, то мӯи сартона мекананд, нохунтона мекананд. рост бигӯед, мо дар течени 2 сол ма боварӣ дорум, тоҷикистони мо совсем перавараш дига хел мешавад. барои ҳамин ай ҳамаи шумо бахшиш. ма акай Ҳусейн да якум бор занг задастам. ма тамоман ягон хел, чунки виҷдонам ҳамин рӯз як одам охи дига намеша тоқат карда. мо мусулмонем, дар хуни мо дига наметонем, охи дига беқарор шидам, дига натонистам ки да ки арзу дод кунам, ки мо дар қонун вообще нест. адвокат вообще кор намефаҳм, на баяниш, на дигаш, на дигаш, на дигаш. فقط یک زنگ تلفنی کار میته. фақат як занг бизанад, тамом. ки занг зад? генерал. кадом генерал? як генерал, ӯ генерал فرق ندارد فرق ندارد تو آدم هم کشتگی باشی فقط یک زنگ ای بالا بیاد تو آزادی. бале акай Ҳусейн, дар инами Шоҳмансур як одама киштам соли 2014 ба 2015 буд, ман тахминан намедонам. омадам ҷанг айда амуҷа, мегӯям чӣ гап шид? мега як одама киштам. хай ки кишт? фалон одам. овардед ҳо кани одам ая бинам, аммо хе меком намеомша. куҷо рафт? меган 2 соат пеш гирифтам бурданша. чӣ буд? занг задан бурдан. мошин меояд 3-4 мошин ку номер надора. оли меган камераи хеле хеле ҳамара меқапав, чун шабо чуа гайё чуа кор намекунад. КГБ барои чӣ кор намекунад? медонам бачаое ки мара шояд фаҳмидесед, овози мара бишнавед. шумо кор кунед, ҳаққа бигӯед. бачаи ба раисай, бачаи вазирай биёриҷа ҷавоб бигӯед. тамом. я занги телефон занг мезанад, то акай Ҳусейн ба худо меларзам. саломат бошед. زنده باشی برادر. تشکر زیاد.